به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه دوستان عزیز و دیتابیسی را که برای فروشگاه های بزرگ و دواخانه ها در اکسل آماده ساختم می خواهم خدمت شما عزیزان به معرفی بگیرم. امروز اکثر فروشگاه های بزرگ و دواخانه ها هنوز با دفتر و کاغذ کار می کنند. در وقت محاسبات موجودی، باقیات مشتری، فروشات و گرفتن فاکتورها وقت زیاد را ضایع می کنند و اشتباهات هم رخ میده. من یک دیتابیس کامل فروشگاه ها و دواخانه را در اکسل طراحی کردم که تمام این مشکلات را حل می کند. این سیستم شامل چند بخش است که هر بخش آن را به صورت جداگانه خدمت شما عزیزان به معرفی می گیرم. بعد از باز شدن فایل، نام کاربری و پسورد خود دایر می کنیم. بالای دکمه ورود کلیک می کنیم. این ترتیب وارد دیتابیس میشیم که در این دیتابیس سه تا فرم وجود داره که یکی فرم ثبت داروها است، فرم موجودی، فرم مشتری، فاکتور فروش و بقیه شیت ها هستند که تمام اطلاعاتی که در این فرم ها درج میشه در این شیت ها جابجا میشن. در ابتدا بالای فرم ثبت داروها کلیک میکنیم و تمام داروهایی که در یک دواخانه است در اینجا ثبت میشه بر اساس کد نمبرها که اینجا ما کد نمبر از 500 شروع کردیم. باز اختیاری است که میتونه هر دواخانه والا کد نمبر خود از یک نمبر مشخصی شروع بکنه. و شیت دومی که است شیت موجودی است که فعلا ما برای خرید و فروش چیزی نداریم، بنابراین موجودی را خالی نشان میده. و شیت سومی که است فرم مشتری ها است، ما برای فروش چیزی نداریم، یعنی هیچ مشتری را فاکتور ثبت نکردیم، بنابراین فرم مشتری ها هم خالی می باشه. و فرم و دیگه که است فاکتور فروش است که وقتی که ما دوا را در دواخانه خود جابجا کردیم و میتونیم که از این طریق فاکتور بگیریم و برای مشتری های خود توزیع بکنیم. خب میریم صفحه اصلی. ابتدای کار به فرم ثبت داروها. در فرم ثبت داروها اینجا بر اساس کد نمبر میتونیم که اطلاعات خود بازیابی بکنیم. کد نمبر دایر میکنیم، بالای بازیابی اطلاعات کلیک میکنیم. نام دارو در این تکست باکس ها مشخصاتش می نشینه. بعد از این میتونیم ما فقط یک مقدارش در اینجا اضافه بکنیم یا کم بکنیم. مثلا مقدارش در اینجا میگیریم 300 بر فرض مثال و قیمت این هم میگیریم 30 افغانی و تاریخ تولیدش هم میگیریم یکی تاریخ تولیدش هم میگیریم. بعد از ثبت تاریخ تولید و انقضا بالای علاوه کردن داروها کلیک میکنیم، به شیت خرید ما اضافه میشه. و داروی دومی را میگیریم به همین ترتیب 501 و بعدا بالای بازیابی اطلاعات کلیک میکنیم و مقدارش هم از اینجا تعیین میکنیم. مثلا مقدارش 150 و قیمت فیش هم مثلا 25 افغانی و بالای علاوه کردن دارو و اوکی میکنیم و این هم ثبت میشه. به همین ترتیب داروهایی که خرید کرده بودیم از دیتابیس ثبت کردیم. اگر یک دارو را دوباره مثلا از کد نمبر 500 دوباره بخوایم که ثبت بکنیم، پاراستامول و تعدادش در اینجا مثلا 120 میگیریم و بالای علاوه کردن دارو میکنیم و دوباره در اینجا ثبت میشه. خب اگر بخوایم داروی را تکراری ثبت بکنیم و بالای
کد نمبر، در بالا کد نمبرش نوشته میکنیم، بالای بازیابی میزنیم و بعد مقدار و قیمتش از اینجا تعیین میکنیم و بالای علاوه کردن نوشته که موجود بود مقدار به آن اضافه شد، یعنی این داروی 506 قبلا ثبت شده بوده، فقط مقدار و قیمتش بالاش اضافه میشه. حالا میریم به فرم موجودی که در فرم موجودی فعلا از 500 تا 506 دارو ثبت کردیم و در اینجا هم تاریخاش نشان میده، مقداری که وارد کردیم دارو را یا خرید کردیم در اینجا نشان میده. اگر دارو را به فروش برسانیم در این ستون نشان میده و موجودیش به اینجا نشان میده که فعلا فروش نداریم. تمام چیزهایی که ورود است در موجودی نشان میده و در اینجا هم قیمت نشان میده و در اینجا هم تاریخ نشان میده. از این قلم اول که است 39 روز تاریخش مونده، وارنینگ است، یعنی اخطار داده که باید به زودترین فرصت دارو تمام شود به خاطر که تاریخش کم مانده. و هم 709 روز تاریخش مانده بناهن وکی است و ای 10 روز تاریخش مانده که هم وارنینگ است. 602 375 یعنی از یک سال به پایین، از 365 روز به پایین نیر اکسپایر نشان میده که تاریخ انقضاش نزدیک است و از 60 روز به پایین وارنینگ نشان میده و از یک سال به بالا ره اوکی. به همین ترتیب میریم به صفحه اصلی و بالای فاکتور فروش اسم مشتری خود در اینجا ثبت میکنیم. اسم مشتری را ثبت میکنیم و آدرسش هم ثبت میکنیم. توگزار سان چارک و شماره تلفنش هم در اینجا ثبت میکنیم. شماره تلفن باید با کد نمبر کشور باشه که در واتساپش پیام ارسال کرده بتونیم. 93 789 و بعدا میایم بالای داروها. اینجا بر اساس کد نمبر داروها را جستجو میکنیم. مثلا کد نمبر 500 بالای کلیک میکنیم و بعدش 501 در ادامه 502 503 504 505 و 506 بالای کلیک میکنیم. اگر بخوایم که 500 دوباره دبیجک بگیریم و بالاش انتر میکنیم، اینجا می بالاش کلیک کردیم میگه این دارو قبلا ثبت شده، اجازه نمیده که دوباره در فاکتور ثبت شود. خب میتونیم مقدارش ازش زیاد بکنیم یا کم بکنیم و قیمتش هم میتونیم تغییر بدیم. و در پایین میایم اینجا میبینیم مجموعه مبلغش 31080 افغانی و پول پرداختش هم در اینجا نوشته میکنیم، مثلا 25000 افغانی این مشتری برای ما رسانده. میمونه 6080 افغانی باقی میمونه. بالای ذخیره کردن کلیک میکنیم که با نمبر 40 ای فاکتور ذخیره میشه. میایم شخص دوم به همین ترتیب فاکتورها را ثبت کردیم. در وقت ضرورت میشه که فاکتور خود بر اساس نمبرش فراخوانی بکنیم و نمبر 40 اینجا دایر میکنیم و بعدا بالای جستجوی میزنیم. فاکتور فراخوانی میشه که به نام احمد است، توگزار سنجارک و هم شماره تلفنش است و هم لیست ادویه‌ای که برده و هم پولی که مجموعه مبلغ شده. خب میتونیم نمبر دیگر دایر بکنیم 41 و بعدش بالای جستجو بزنیم نمبر 41 میاره برای ما که به نام محمد است.
یا آدرس و مشخصاتش و ادویه‌ای که بوده. خب میشه ایره چاپ بکنیم به مشتری بدیم. بالای چاپ کردن کلیک میکنیم و ایده پرینت پریویو میره و بعدا ایره پرینت میزنیم. خب به همین ترتیب حالا میریم به فرم موجودی. بالای صفحه اصلی کلیک میکنیم و بعد میریم به فرم موجودی. در فرم موجودی از کد نمبر 500 تا 506 ادویه‌ای که داشتیم، تعداد ورودیش به این ستون، خروجیش هم به این ستون، باقی ماندهش هم به این ستون. میتونین هر کد نمبر مشخص موجودی و مقدارش بفهمین. نام دارو پرستامول است. مبلغ خرید که از 9000 افغانی از خرید شده، مبلغ فروش که از 5850 فروش شده و باقی مانده ای که از 3150 باقی مانده. و در اینجا هم این 500 نوشته میکنیم. 500 ایره بالا فیلتر میکنه و میگه 210 تا از این موجود است، 300 تا مقدار خرید شما بوده و 90 تا را هم از این فروختین. و مجموعه مبلغی که در یک داروخانه از ابتدا تا انتهاش مصرف شده یا دارو بنده است 61550 است و مجموعه فروشاتش 48760 است و باقی مانده پول که از 12790. یعنی لحظه‌ای فروشات، خرید و باقی مانده پیسه مقدار موجودی داروها را برای شما نمایش میده. و فرم بعدی که است فرم مشتری. بالای فرم مشتری میاییم. 3 نفر مشتری ما ثبت کردیم که یکی 6080 2840 این باقیاتش است و مشتری میایه برای ما باقیات خود میرسانه. بالاش دبل کلیک میکنیم، بالای به تکس باکس می نشینه و بعدا نمبرش در اینجا دایر میکنیم. وقتی که نمبر در اینجا دایر کردیم باقی مانده پولش میرسانیم. مثلا نمی 6080 افغانی را در اینجا نوشته میکنیم 6000 3000 نوشته میکنیم. 3000 نوشته میکنیم و بعد تاریخ امروزی که رسانده بالای کلیک میکنیم و بالای تاریخ کلیک میکنیم، تاریخش هم ثبت میشه. بالای ثبت رسید پول کلیک. خلاص در اینجا برای ما نشان میده که مقدار پولی باقی مانده 3080، مقدار پولی رسیده 3000 افغانی. خب بر فرض مثال در یک تاریخ دیگری اینمی آدم میایه 3080 افغانی خود میرسانه. مثلا 3080 افغانی دفعه در حسابی رسید میکنیم، بالای ثبت رسید میزنیم. حالا مقدار پولی باقی مانده 0، مقدار پولی رسیده 6080 که باقی بود پول رسید. در مجموع مبلغ 31080 افغانی خرید داشت و 31080 افغانی پول رسید. باقیداری مشتری خلاص شد. به همین ترتیب میتونیم دیگه مشتری ها را مثلا نمبری 41 اینجا سرچ بکنیم. این 2840 افغانی است و در اینجا 2840 افغانی برسانیم. 2840 افغانی و بعد بالای ثبت رسید پول کلیک میکنیم و پول رسید میشه و در اینجا 41 دوباره بالاش کلیک میکنیم و در اینجا هم 41 بالای دبل کلیک میکنیم. خب پولی هم رسید شد. خب به همین ترتیب میتونیم که دیگه بخشایی را بررسی بکنیم که دیگه چی کارهایی را میتونه انجام بده. میریم در لیست مشتری ها، بالای ارسال پیام با واتساپ مشتری کلیک میکنیم و بعدا این مشتری سیومی ما که به نام مهرالله بوده این 2840 افغانی باقی مونده. بالای پیامگیری واتساپ کلیک میکنیم، این واتساپ برای ما باز میکنه و واتساپ مشتری باز میشه. میتونیم که پیام برای از او ارسال. به این ترتیب صفحه واتساپ باز میشه
در اینجا اتومات خودش پیام می نویسه: سلام مهرالله، مجموع مبلغ فاکتور شما 6840، رسید شما 4000، لطفاً پول باقی مانده را پرداخت کنید. بعدا بالاش کلیک میکنیم به مو مشتری مورد نظر ما این پیام میره. خب دیگه این بود معرفی مختصری دیتابیس خدمت شما عزیزا.